ایشون 20 سال مشروب نخورده، به گفته خودش. خالق تلگرامه. میگه زمانی که الکل میخورین سلولهای مغز فلج میشن، اصطلاحاً به صورت زامبی میشن، یعنی از عمق سلولهای مغز شما رو کاملا فلج میکنن. وقتی مهمونی تموم میشه سلولهای مغزتون مردن و هیچ وقت به حالت عادی بر نمیگردن. میگه داستان پشتش چیه؟ در واقع از چی دارین فرار میکنی؟ داستانش اینه: ذهنت داره درس و نشونه مهمی بهت میده، ولی به جای اینکه جدیش بگیری غرق الکلش میکنی. حتی اگر کار اشتباهی کرده باشی، قضاوت، عدالت پای خداونده. اگر یه فرصت داری از دستش نده. مرده زندگی نکن. هیچ کس در جایگاهی نیست که بخواد ذره قضاوتت کنه. یه جورایی مسکن روحیه، ولی بعداً باید بدهی تو با نزولش پس بدی و بدتر از همه معلق در این جهان باقی میمونی.